حضور پرشور مردم دهگلان در مراسم ختم محمد فرامرزی. امروز سه‌شنبه 10 بهمن 1402 حضور مردم دهگلان در مقابل منزل پدر و مادری محمد فرامرزی که روز گذشته همزمان با 3 زندانی سیاسی دیگر کرد اعدام شدند. در راستای اعتراض به عدم تحویل پیکر 4 زندانی سیاسی کرد به خانواده‌هایشان توسط جمهوری اسلامی ایران، بازاریان شهرهای کرد با اعتصاب گسترده خود نگرانی خود را از اجرای حکم اعدام این زندانیان بیان کردند. مردم کردستان اعتراضات خود را از طریق اعتصاب‌های گسترده در شهرهای کردنشین نشان داده و خانواده‌های زندانیان سیاسی کرد را تنها نگذاشتند. در این سنگر اعتراضات، مردم دهگلان نیز با حضور پرشور خود در مراسم ختم محمد فرامرزی که همزمان با اعدام 3 زندانی سیاسی دیگر انجام شده بود، نشان دادند که ادامه اعتراضات جامعه کرد در مقابل تصمیمات دولت ادامه خواهد داشت.